سیپان خلیل 3 ماه پیشتر به خانه برگشت و هیچ باور نمیکرد که اهل عائله برایش ماتم گرفتند و گور هم کندند. با عائله گفتند که سیپان بعد ربودن و به غلامی فروختنش در سوریه خودکشی کرده است. كان أبشع شيء بالنسبة لي. بدترین چیز دیدن گور خودم بود که در بر قبرهای پدر و برادرم کنده بودند. برای ما 3 گور کنده بودند. أنا وأبوي وأخوي. جنگجویان داعش سال 2014 با حمله به زادگاه یزیدیان هزاران مرد یزیدی را قتل عام کردند. 6000 زن و کودک از جمله سیپان خلیل را به ماشین‌های بارکش سوار کرده بردند و به غلامی فروختند. آن زمان 13 ساله بود. أحيانا بالضرب يعني. مرا میزد ولی اکثرا تجاوز میکرد. أكثر شيء كان. سال 2019 داعش آخرین پارچه قلمروش در سوریه را از دست داد، ولی سیپان خلیل در دست قاچاقبران بود و از این بیخبر ماند. وقتی آگاه شد 1 سال گذشت تا راهی بازگشت به خانه را یابد. وقتی برگشت شهرهای یزیدیان را خالی و رها شده یافت. با وجود گذشت 4 سال از شکستی داعش در عراق، یزیدی های زیادی هنوز هم به خانه هایشان برنگشتند. عائله های یزیدی ها فقیر و بیخانند و در نتیجه به گفته سازمان ملل نسل کشی حالی زار دارند. ما هیچ چیزی با خود نگرفتیم بغیر از جان و لباسهایمان. همه چی را ماندیم. گوسفند، بوزها، ماشین و خانه ها را گذاشته رفتیم. خانواده ها هنوز هم 3000 عزیز بینشان شده اشان را میجویند. میگویند بسیاری هایشان شاید زنده و در اسارت باشند. دیگر پول هم برای جستجوی آنها ندارند. ماموران امدادی در شهرک یزیدی نشین کوچو در عراق گورهای دست جمعی را تحقیق میکنند تا هویت جسدها را معلوم نمایند. سیپان بعد بازگشت به برادرش زنگ زده است که البته صدایش را نشناخته است. لما فتحت له الكاميرا وقتی در دوربین تلفن مرا دید تکان خورد و لال ماند. كمان كانت صدمة بالنسبة له. سیپان خلیل که 2 دفعه بازور شوهر کرده است دیگر هرگز قصد ازدواج ندارد. بزرگترین ترسش از آن است که مبادا روز داعشیان برگردند، چون 10,000 جنگجویانش بی محاکمه در زندانند، بقیه آزادند و توجه جامعه بین الملل هم به آنها کمتر می شود.